که اینترنتی دیجیکالای ایران حتی اون لوگوش کپی آمازونه. یعنی شما اگه برید نگاه کنید لوگوی آمازون رو نگاه کنید، لوگوی دیجیکالا رو نگاه کنید، همون خط اشاره هست. یعنی یه خورده مثلا تغییرات ریزی روش آوردن، ولی خب کپی دیگه. اینجا رو نگاه کنید بچه ها، پلیس با اسب پشمام، اولین بار میبینم حرفده یه چیز توش باشه. میگم یه دزدیمون نشه از آمازون. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to say the بچه من سیگارم کشیدم دیگه، بریم بسته یارو رو تحویل بدیم. خب حالا میایم اینجا، ما کلا 4 نوع بسته داریم. اینا که بسته معمولی هن، به اینا میگن فرزان ماپه، اینو بسته است. به اینا میگن اونشلک که شبیه نام است، و این بسته ای که این طرف داره هم از همین است. و به اینا میگن پول گویتل. من نمیدونم چی نوع بسته ای رو تو کدومش میذارن دیگه. الان ببینیم مثلا اینجا، البته ماشینم یه خود کثیفه دیگه، شما ببخشید دیگه خودتون. اینجا مثلا زده شماره 640، الان باید ما دنبال 640 بگردیم. این شمارهش هم اینجا نوشته 640. آها اینه. این بسته دیگه، بریم ببینیم چی باشه. نگاه کنید بچه، اینجا جا پارک نیست. من اینجا وایستادم، نگاه. اینم ماشین منه، یه بنز مدل اسپرینتا. البته من این بغلاش رو ببینیم همه جاش رو این طرف اون طرف مالیدم دیگه. تو این کار باشه اصلا امکان نداره تو نمالی ماشین به جایی، چون 10 ساعت تو در روز رانندگی میکنی و سری جاهایی میری تنگ، اصلا نمیشه. ببینید این خونه طرفه، بعد این احتمالا تو چیزش هم بشه، تو این صندوق پستیش انجام میشه دیگه. باید اینو اسکن کنیم. من این نمیشه، نمیدونم چجوری، همون اینجوری اسکن میکنیم. نگاه، اسکن شد. حالا سب کنم این گوشی رو بذارم تو جیبم، دنبال اسم رو بگردیم. اسمش چیه؟ بینا. کجای بینا؟ ما اسم لیست آجی پشمام. نه اینجاست. نگاه کنید این قشنگ اینجا جا میره. برو یا قدس برو دیگه. به زور
کردم تو دیگه. اگه بستش آسیب دیدم دیگه یه شکایتی میکنه دیگه، فدای سرم. اینجا عکس میگیریم که یعنی ما کردیم تو صندوق پستی تموم هم بشلوسن. حالا آدرس بعدی رو به ما نشون میده. آدرس بعدی این خیابونشه، این حوستومشه و اینم بسته ای طرفه که بستش بسته معمولیه و شمارش هم 641 دیگه. بریم بعدی. بسته رو تحویل دادیم، حالا باید اینجا تایید کنیم که چجوری بسته رو به طرف دادیم. حالا اینجا آپشناش هست، بریف کاستن که چیزه همون صندوق پستیه، این دومیش که مستقیم به دستیارو داده، این ریسپسیون مخصوص شرکت های، چون معمولا میری به نمیدونم به ریسپسیون تحویل میدی، به نمیدونم به منشیش تحویل میده، اسم یارو رو اینجا مینویسی و امضا میکنه. این پستایل اینو نمیدونم چیه، اینم که جلو در گذاشتی، اینم مال تراسه، اینم آندرزیش اورته، اینم مال همسایه است، گاراژ گارتن شوپن دیگه. ما بسته رو به دست طرف دادیم، مستقیم اینو انتخاب میکنیم و ابشلوسیم دیگه. حالا اینجا برای ما آدرس بعدی رو نشون میده. خب بچه من وقت پاوزه میشه، دارم پاوزه میکنم، استراحت میکنم. بعد میخواستم تو همین فرصت این آمازون رو معرفی کنم به کسایی که حالا میدونم همه میشناسن ولی شاید 1% پیدا بشه که نشناسن این فروشگاه رو. آمازون یه فروشگاه اینترنتیه، آنلاین شاپه که سال 1995 توسط همین مالکش که جف بزوسه تو شهر سیاتل آمریکا، ایالت فکر کنم تگزاس، با سرمایه اولیه $250,000 راه اندازی شد و الان همین قولیه که تبدیل به همین قولیه شده که شما میبینید. یعنی عملا بزرگترین آنلاین شاپ دنیاه، سراسر جهان شعبه داره، تو همه کشورها، تو همه شهرها بجز خاورمیانه. بعضی کشورهای خاورمیانه یعنی حتی تو ترکیه هم هست، ولی کشورهای مثل افغانستان و ایران اینجا متاسفانه نیستش. بعد ارزش سهامش تو سال 2020 $94.3 میلیارد بوده دیگه. جالبه بدونید که این آمازون صاحب یک پروداکشن هم هست که فیلم و سریال میسازه و اون پروداکشنش هم جزء این تاپ 10 شرکت های فیلم سازیه، مثل یونیورسال و نمیدونم وارنر برادرز و دیزنی و جزء تاپ 10 اون پروداکشن فیلم سازیش هم. بعد خیلی از کشورهای این آنلاین شاپ هایی که تو خیلی از کشورهای دیگه هست عملا از آمازون کپی کردم، یعنی ایده از آمازون بوده. تو ایران این فروشگاه دیجی کالا حتی اون لوگوش هم کپی از آمازونه، اون لوگوی معروف آمازون که اسمش نوشته است آمازون، بعد یه دونه خط اشاره از زیرش کشیده. اون دوتا معنی و تعبیر داره، معنیش همون خط اشاره شو به لبخندم میشه مثلا تعبیر کرد و معنی پشت اون لوگو از آ تا زد هست، یعنی اون خط اشاره رو اگه دقت کنید از آ کشیده شده تا زد، یعنی مثلا منظورشون اینه که اینجا از آ تا زد میتونید همه چی پیدا کنید، همه چی بخرید. بعد این کاربرایی که این اکانت آمازون پرایم دارن 100 میلیون نفرن. بعد آمازون تقریبا همه چی میفروشه و کیفیتش هم یعنی از کیفیت متوسط میتونی پیدا کنی جنسش تا اون های کوالیتی و بهترین کیفیت.
بعد شرکت نسبتاً نه ارزونه نه گرونه، ولی کیفیت جنساش اغلب خوبه. تولید کننده بعضی جنساش خود آمازونه و بعضی جنساش هم شرکت های دیگه است. دیگه چی میخواستم بگم؟ حضور ذهن ندارم آجی، سین میره بالا. آها دیگه الان فقط چیزای سنگینه مثل ماشین نمیفروشن که اونم یعنی ایده شد دارم، فکر کنم برنامه شد دارم که تا آینده ماشین هم بفروشن. دیگه کلا شرکت معروفیه دیگه، همه تو دنیا میشناسنش. حالا شاید بعضیا بگه حاج آقا مسئلتون شما چرا داری به لهجه ایرانی صحبت میکنی؟ آقا دوست دارم، عشقم میکشه. اصلا شاید اومدم به لهجه هزارگی صحبت کردم که یه کلمه متوجه نشید، ولی خب عشقشو دارم دیگه، دوست دارم. بعد امروز ولی اینو خواستم بگم، برف زده، بعد با ماشین میری، هی ماشین لیز میخوره، بعد انقدر حال میده هی مثلا گاز بدی و ترمز کنی ماشین لیز میخوره. بچه شرکت برام کمک فرستادم دیگه، نمیدونم کمم دارم، نمیدونم چرا کمک فرستادم، باشیه دیگه همکارمونه و چقدرم خوشتیب دیگه میاد که بسته. بچه این همکارمون الان 15 تا اشتراک از من گرفت، 15 تا آدرس دیگه بود که بزنه دیگه. منم کارم کمتر شد دیگه، زودتر تمام میشم. احتمالاً 40 تا مونده بود، 15 تا این برد، چقدر میمونه؟ 40 چقدر گیجم اینجا، خوب میتونم نگاه کنم. 25 تا 25 تاش 1 ساعت و 15 دقیقه کار بود. اوه بچه چه برف میزنه، پشمام، شوخی زمستون شده. مدل بنز اشپرینتر، بعد برشو نگاه کنید همش خط و خشه، یعنی اینا رو همه رو من اومدم، این ماشین سالم بود، نگاه این پشتش رو زدم به ستون، یعنی به در، دیوار، درخت، سطل آشغال، هر چی اومده اصلا چیز نکردم دیگه، مالیدم دیگه، تعارف نداشتم دیگه. این برف رو کجای دلم میذارم شد. بچه ها من کارم تموم رفت دیگه، بریم سمت اشتاتسیون. بسته هم که ندارم، همش رفت، برگشتی ندارم دیگه، کم کم بریم. فایر اوون کنه. رفته دیگه، چه کنیم دیگه، بریم سمت خونه. بابا خیلی کار کردیم، شما همه شاهد بودید.